منطقه فریدن بزرگ در دوره هخامنشیان به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی شناخته میشد، چرا که تنها جاده ارتباطی مهم میان پایتخت فصلی هخامنشیان یعنی آپادانا به شوش از این منطقه عبور می‌کرده است. حضور ترکان در این منطقه از دیرباز و احتمالاً مربوط به مهاجرت‌های دوره سلجوقی قدمتی حدود 1000 ساله دارد. اولین جمعیت بزرگ در این منطقه هستند، اما کمتر کسی می‌داند که ریشه بخشی از مردم این ناحیه به قزلباشان صفوی باز می‌گردد. ترکانی که از آذربایجان و قفقاز به اینجا کوچانده شدند و در ساختار سیاسی و نظامی ایران پسا صفوی نقش مهمی ایفا کردند. در زمان شاه عباس اول و شاه سلیمان صفوی، طوایف قزلباش از جمله اینانلو، بیات و شاملو به عنوان نیروهای وفادار به حکومت مرکزی در ناحیه فریدن و چادگان اسکان داده شدند. این اسکان بخشی از سیاست تمرکز قدرت صفویان بود، از یک سو برای کنترل مسیرهای ارتباطی میان اصفهان و خوزستان و از سوی دیگر برای تقویت جمعیت نظامی در مناطق مرکزی ایران. با سقوط صفویان، ترکان فریدن جایگاه خود را از دست ندادند. در دوره‌های زندیه و قاجار، طایفه اینانلو به ویژه در چادگان به یکی از قدرت‌های اصلی منطقه تبدیل شد. در زمان فتحعلی شاه قاجار، فرماندهی فوج فریدن به دست خانین اینانلو سپرده شد. چهره‌هایی چون کلب علی بیگ، امام قلی خان و جعفر قلی خان که هم در امور نظامی و هم در اداره محلی نقش تعیین کننده داشتند. نفوذ آنها تا دوران پهلوی نیز ادامه یافت، زمانی که مالکیت زمین و انتخاب کدخدایان همچنان در دست این خاندان بود. ترکان عمدتاً در شهرستان‌های چادگان و فریدن ساکنند. گویش آنها شاخه‌ای از ترکی اوغوزی است، نزدیک به ترکی آذربایجانی و قشقایی. با وجود موج‌های زبانی و فرهنگی، این گویش هنوز زنده است. فرهنگ شفاهی و آیین‌های آنها نیز ریشه در سنت‌های قزلباشی و حماس سرایی اوغوزی دارد. خواندن کوراوغلو در شب‌های نوروز یکی از نشانه‌های تداوم این میراث فرهنگی است. ترکان فریدن بزرگ از دل سیاست‌های نظامی صفویه برخاستند، اما در گذر قرون به بخشی از بافت اجتماعی و فرهنگی مرکز ایران تبدیل شدند. امروز حضور آنها یادآور پیوند عمیق میان تاریخ قزلباشان و هویت ایرانی است، روایتی از وفاداری، قدرت ایلی و ماندگاری فرهنگی در قلب زاگرس. برای شنیدن چیزهایی که واقعاً ارزش شنیدن دارن، همراه @پرتیکان مدیا باش.